رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر صبح یعنی هر روز در برابر هر مفصل انسان یک صدقه لازم است. هر سبحان الله گفتن یک صدقه است. هر الحمدلله گفتن یک صدقه است. هر لا اله الا الله گفتن یک صدقه است. هر الله اکبر گفتن یک صدقه است. هر امری به معروف یک صدقه است. هر نهی از منکر یک صدقه است. و به جای همه اینها خواندن 2 رکعت نماز ضحی کفایت